سلام علیکم، خوبی شما؟ آقا امروز اومدیم و شهرداری رشت یه دوری توی میدون شهرداری بزنیم و از اون اول سبز میدون تا خود میدون شهرداری. پس همراه من باشید که از این شهر زیبا لذت ببرید. برنج کاشتن، برنجش هم در اومد. متاسفانه وقتی بارون میاد برنج اینجوری میخوابن. یکی هم منو با اینجا مسیر سبز میدان شهرداریه. بریم قدم میزنیم. در سال 1402 قدیمیه. هم لباسای قدیمیه که توی رشت می‌پوشیدن، بازار قدیمیش. و الان در حال حاضر جدید. هوام ابریه، بارون بوده، تابستونه، وسط تابستون. امروز من 8 مرداد 1402. اینم خیلی قدیم نیستیم، فکر کنم سوار انقلاب باشه. خب اینم کتاب فروشی نصرت. خیلی هم عالی. اینم بودم از انقلاب. مجسمه اینجا سینماهای قدیمی که نوستالژی، حس خوبی داره. سینما میرزا کوچک جنگلی. بعدش که الان تعطیله متاسفانه، انشالله دوباره باز بشه. اینجا هم سینما سپید رود بود که دیگه کلی مغازه و اینا ساختن.
و آره ولی بالاش سینماست، بالاش سینماست که فیلم مصلحت هم داره. این هم فضای شهرداری که اگه مره کار داری غروبیه شهرداری. آره در سرده خورشیدی خیابان علمان خدا در مورد خود خیابان علمان خدا. این خیابان علمان خدا که انتهاش اونجا میخوره به سبز میدون. از اون هم میان تا شهرداری که این شهرداری محسوب میشه. این شهرداریه. این داروخونه که اینجاست قبلا اونجا بوده. اولین داروخونه ظاهرا رشته که نقل و مکان میکنه به اینجا و این خود ساختمون شهرداریه. اینجا اون ساختمون پسته، ساختمونای قدیمیه. اینجا قبلا ماشین میرفت و بستنش که دیگه پیاده رو باشه. البته موتور رو بعضی از ماشینای خاص هم میان و این ساختمون قدیمیه شهرداریه. این اونجا هم هتل بوده، پشتش هنوز تو این کوچه هتل هست. اینجا مجسمه میرزا کوچکه که قبلا اینجا بوده. اینجا یه محوطه‌ای بوده که مجسمه اینا رو میذاشتن، یعنی همین مجسمه اونجا بود. بعدش دیگه آوردن اینجا گذاشتن. اول خیابان سعدی. پستخونم که این پستخونه است و هنوزم کار میکنه. هنوزم جالبه که لوگوی مالیه بدام روی شهرداری باشه، ولی داره بلنگو و فرکانس و این چیزا داره. سمت رشت اینجا خیابون سعدیه. یه سری یخت بهشت و این چیزا هم دارن. اینجا اونجا فرق نداره. کدوم میخوریم؟ خب بگو بده به اخته و لیمونات و پرتقالی و بلوبری و همه چی داره. چی کار میکنی کی؟ حواس ننه. خب ادامه فیلممون هم میریم و اینجا مجسمه میرزا کوچکه، میرزا یونس. دوری بزنیم توی دور خود شهرداری.
شهرداری. سه مجسمه هایی که ساختن، بچه ها بازی میکنن و مردم ماهیگیر و ماشک و بشین ماهی بگیریم. خب این ورم میخوره به سیغلان و لب آب و اینا. این وری میشه رفت به لب آب. اینجا ماشین میاد ظاهرا دیگه ماشینی خبری نیست. اینجا مردم میشینن از این ویو لذت میبرن. الان ماه محرمه، جا حالت محرمی داره. این هم دوچرخه قدیمی. فوریدن تو دوچرخه‌اش، زنجیر داشته ظاهرا. ایشون این کار نکرده. ایشون این دوچرخه کوچولوی خودشه، این دوچرخه قدیمیه. آره. ولی مرد شمالی با کلاشاپو، دماغ معروف. نان برداری هم خرید و یک کتاب هم داره. این خیلی مهمه، نام میبره و فرهنگ. آره از این برم این وسط هم ببینیم، لذت ببریم. مرد شمالی. سلام علیکم. خیلی مخلص. دمیا اینجا میخوابن و استراحت میکنن. شهرهای مختلف عکس و فیلم و اینا میگیرن از این منظره. هم کبوترهای اینجوری هم داره قایم. خب این برم خیابون حالا امام خمینیه. این بر بازار شیکه. این هم به طرف بازار شیک و از قدیم اینجا ماشین می اومد و شلوغ بود و اینا و از این ور می رفتن به طرف بازار شیک.